والله قسم بچم اگر بز باشه میبرم میگمش، قسم به عظمت الله میبرم میگمش. من میگم در این راهی شوخی نیسته. در مورد آنچه که امروز در راحتی شد، قاری زبیدالله از خطیبی چنانه که معلوماتی از بچه راحتی از یعنی خدی مسجد روان کردن استعفا داده است، یا اینکه گفته است دیگه من خطیبی نمیکنم. در مورد قاری با معلومات های جدید دیگر رسیده است در مورد همسر دادرش که در روسیه بوده است و اون با یعنی افراد دیگری همسرش میان زنهای مهاجر در روسیه چکار میکرده است. یعنی خوب بعضی کارهای را انجام میداده است در خدمت رژیم رحمانوف. یعنی این اولوی هستند در این مسئله. ما هیچ کس تهمت نمیکنیم و برای ما یک شخصی که حافظ قرآن است خاک پای او از رحمانوف و رژیمش بالاست، ولی وقتی که شخصی که حافظ قرآن است و اون در خدمت یک طاغوت چون رحمانوف قرار میگیرد، برای ما هیچ فرقیت از آزاده نداره. وقتی تو ریش داری، وقتی تو در خدمت یک رژیم طاغوتی قرار میگیری و برادرها و هم مردم راحتی را میفروشی، پس ما یعنی که هر بیزاریم از چنین شخص و از چنین فردی که مردمی راحتی را میفروشه یا اینکه با وضعیت‌های وخیم اونها را گرفتار میکنه. البته مجبورش کرده بودن که نباید در کارش ادامه بده، ولی گفته است نمیکنم. خب خدا کنه که یعنی که با کارش ادامه نتیه دیگه و بهتر و خوبتر است این که از این که یعنی ضرر میرسونه. خب با بعضی دیگر زنگ زدن گفتن مجبور موندگیشن، یعنی که پاسپورتش نمیتونن که از تاجیکستان خارج شه. خب من پاسپورت ممکن ندادن، ولی در خدمت کسی قرار نمیگیرم هیچ وقت، یعنی بز نمیشم. وقتی بز شدی این خودش دولت از اون میکند که ترا خداوند در دنیا همون قرآنی که ترا داده است و قرآن رفعت و بالا و درجه انسان بالا میکنه، نه اینکه قرآن باید در زیر پای یک طاغوت انداخته شود و این کار خیلی بد و پستی است. خواهش میکنیم دوملای محترم در موردی یعنی همکاری خوب ما نمیگیم که شما اون چیزی که برای شما میتین نخونی، برای که شما مجبورید برای خوندن، ولی در همکاری های بیرون از اون چیزی که در توان شما هست پس برادر را نفروشی. چی کسی باشه، چی مفتی، چی یعنی که هر کسی باشه فرق نداره برای ما را. ما اگر دیدیم که هر ملایی که خیانت به این ملت میکند با مقامات در فروختن و تهمت کردن یعنی مردم دست دارن، پس نگیم اگر ما نامهای اونها را، پس ما والله جنایت کردم. من سوگند به الله میخورم اگر برادر ما بفهمم که خیانت به این وطن و ملت بز است، من اگر نگفتمش در نزد الله جوابگوم و با دپش شما هم جوابگوم. برای چی؟ برای اینکه مبارزه خودی و بیگانه نداره. مبارزه راهی هست که ما با جانهامون بازی داریم و مبارزه راهی هست که در آن راهی بازگشت یعنی که تسلیم شدن، یعنی این چیزی نیست که مرد باید تسلیم نشود یا اینکه پیروز میشه یا اینکه مرگی با شرافتمندانه را منتظر باش. پس ما این راهی با شرفه با مرگی با شرفانه منتظر هستیم، نه این راهی با شرفه با خیانت کردن و بیشرفان ما خودمونه و ملتمونه با افراد رژیم بیشرف یعنی که بفروشیم. خدا نکنه ای الله جان منه قبل از اینکه یعنی به دست اینها میخورم یا اینکه خوب دیگر خدا نکنه اولا، ولی چیزی است که در عقل و تصور یک انسان نمیتواند جای بگیرد.